توی این بخش میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری یه بنر تبلیغاتی یا یه کاور پست جذاب برای اینستاگراممون بسازیم. وارد اپلیکیشن اینشات میشیم، قسمت فوتو رو انتخاب میکنیم. اون عکسی که میخوایم روش تغییرات انجام بدیم رو انتخاب میکنیم. خب من اینجا عکسم رو انتخاب کردم. ابعاد عکسم رو اول تعیین میکنم. مثلا میخوام عکسم 4:5 باشه. خودش حالا یه بک‌گراندی به عکس ما میده که ما چون میخوایم بک‌گراند رو حذف کنیم فعلا باش کار نداریم. فقط من یه ذره عکسم رو مثلا دو تا انگشتام بزرگتر میکنم، این گوشه میارم. این شات اخیراً یه آپدیتی داده و یه ویژگی رو اضافه کرده به اسم کات اوت که شما به واسطه این ویژگی خیلی راحت میتونید با یه دکمه پس زمینه عکستون رو حذف کنید. بعد به وسیله پاک کنی هم که داره میتونید مثلا تعیین کنید که اون قسمتی که مثلا اضافه هست رو پاک کنید که حالا اینجا خودش خوب کات کرده، ما نیازی به این قضیه نداریم. و از این گزینه آخر هم میتونید به اون عکسی که کات شده بوردر اضافه کنید. من میخوام از این استفاده کنم در واقع، چون به وسیله این گزینه‌ام جاشو جابجا کنم. من میخوام بیارمش اینجا و رنگش رو هم میخوام تغییر بدم. خب به همین راحتی ما پس زمینه‌مون رو حذف کردیم. حالا من میخوام به عکسم یه پس زمینه اضافه کنم. میام قسمت بک‌گراند رو میزنم. حالا اگه میخوام این پس زمینه‌ام یه رنگ جدیدی باشه، حالا رنگ انتخاب میکنم. اگر نه مثلا من میخوام یه تصویر اضافه کنم، این گزینه رو میزنم و میرم اون عکسی که میخوام به پس زمینه‌ام اضافه کنم از گالریم انتخاب میکنم. حالا این عکس رو میتونم تعیین کنم که چه شکلی باشه. فید باشه، خیلی مثلا پشتش بلر باشه، یا اینکه شفاف در باشه. من میخوام تقریبا این گزینه رو انتخاب کنم. ببینید به همین راحتی بک‌گراند عکسم رو حذف کردم و خودم یه بک‌گراند به عکسم اضافه کردم. حالا این یه روش بود. اگر که شما حالا نسخه قدیمی تر دارین و این گزینه کات اوت رو ندارین، یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که به جای اینکه اول اون عکسی که میخواین پس زمینش رو حذف کنید رو انتخاب کنید، اول وقتی وارد اپلیکیشن میشین اون عکسی که پس زمینتون هست رو که اینجا مثلا فضای اداری، اول اون عکس رو باز میکنید، بعد وارد قسمت استیکرها میشید و این گزینه رو میزنید. عکستون رو انتخاب میکنید، خود این شات بک‌گراند رو حذف میکنه و اون وقت اون عکس رو به بک‌گراند انتخابی اضافه میکنید. فرقی نمیکنه، از هر دو روش میتونید بک‌گراند رو حذف و یه بک‌گراند جدید اضافه کنید. حالا من یه سری المان‌های دیگه هم میخوام برای جذاب شدن تصویرم بهشون اضافه کنم. همه این المان‌ها رو میتونم از استیکر اضافه کنم. حالا اگر مثبت بزنید وارد گالریتون میشین و میتونید انتخاب کنید. اگر هم قبلا اضافه کرده باشین و توی این قسمت داشته باشین که از همینجا میتونید انتخاب کنید. مثلا من اینو میخوام یه حالت گرادیانت میخوام به تصویرم اضافه کنم. میارمش پایین‌تر، اینجا میذارم. دوباره تصویر بعدی از همینجا انتخاب میکنم، اضافه میکنم، اندازه‌شو تغییر میدم. مثلا میخوام اینقدر باشه، اینجا. حالا میخوام یه دونه نوشته به تصویرم اضافه کنم. تکست رو میزنم و تایپ میکنم. مثلا مینویسم چطوری مشتری رو قانع کنیم. از این قسمت هم تکستم رو تغییر میدم. مثلا میخوام لیبل نداشته باشه، آف میکنم. میخوام شاید نداشته باشه، میخوام بوردر نداشته باشه، یا حالا چرا یه بوردر مشکی داشته باشه. میخوام فونت هم بذارم ایران یکان بولد. باز اندازه‌ش رو یه ذره کوچیک میکنم، میارم روی تصویرم. دوباره باز اگه بخواین تکسی اضافه کنید میتونین کار انجام بدین، به تصویرتون اضافه کنید. فقط حواستون باشه که مواردی که اضافه میکنید جابجا نشه روی تصویرتون. این اضافه میکنم. به همین راحتی میتونید
یک بنر تبلیغاتی جذاب یا یه کاور پست جذاب برای اینستاگرامتون داشته باشین. سلام، توی این بخش قراره با هم بریم یک ویدیو رو به صورت ساده ادیت کنیم و با در واقع ویژگی‌های اپلیکیشن اینشات بیشتر آشنا بشیم. اول وارد اپلیکیشن میشید، ویدیو رو میزنید و نیو رو میزنید و وارد گالریتون میشین و اون ویدیوی مد نظرتون رو انتخاب میکنید. اگر از قبل توی درافت ویدیویی دارین اون رو انتخاب میکنید. اولین چیزی که برای ادیت ویدیو احتمالاً باید باش کار داشته باشین تغییر سایز ویدیو هستش. برای این کار میتونید از گزینه کنواس استفاده کنید و ابعاد ویدیوتون رو به اون اندازه‌ای که میخواین تغییر بدید. میتونید مثلا 4:5 باشه، 1:1 باشه، بعد اون رو زوم این یا زوم اوت کنید. من حالا میخوام همون اندازه باشه که الان هست، برای همین بهش دست نمیزنم، نو فریم رو انتخاب میکنم. دومین چیزی که خیلی کاربردیه اینه که قطعا شما هر ویدیویی که میگیرین یه بخشی از ویدیو هستش که میخواین کات کنید و میخواین که توی ویدیو اصلیتون نباشه. برای همین اولین گزینه‌ای که باهاش کار رو میتونید انجام بدین گزینه اسپلیت هستش. من ویدیومو پلی میکنم. خب از اینجا که میگه فیچر جدید اینستاگرام میخوام توی ویدیو باشه، دو تا کار میتونم بکنم. اگر ابتدای ویدیو باشه میتونم به وسیله این دستگیره ها اون اول ویدیو رو کات کنم، حجمش رو کم کنم، یا اینکه نه میتونم به وسیله گزینه اسپلیت این قسمت رو بزنم، این اولش رو به وسیله دیلیت پاک کنم و پاک بشه. به همین راحتی. همینطور ویدیو رو پلی میکنیم. هر جای از ویدیو که اوکی نبودیم و میتونیم به وسیله این دستگیره ها، اگر ابتدای آخر ویدیو باشه به وسیله دستگیره ها، اگر حالا چه ابتدا انتهای ویدیو باشه چه بین ویدیوها میتونیم به وسیله اسپلیت کات کنیم. اینم پاک میکنم. خب حالا دومین قدمی که میخوام انجام بدم اینه که میخوام نور و رنگ ویدیو رو اصلاح کنم. برای این کار روی اون تیکه از ویدیویی که مد نظرتون هست کلیک میکنید و فیلتر رو میزنید. از اجاست نور و رنگ ویدیو رو تغییر میدین. سه تا چیز اصلی که تغییر بدین معمولاً نور هستش که حالا من یه ذره زیادش میکنم، کانترست هستش و سچوریشن، اینم یه ذره زیاد میکنم که رنگ بده. اگر هم نخواستی قسمت اجاست تغییر بدین که میتونید از فیلترها کمک بگیرید. حالا من ترجیح میدم که با اجاست این کار انجام بدم. اگر این دو تا تیک سمت چپ رو بزنید میتونید این افکتی که روی ویدیوتون دادین یا حالا تغییر رنگ و نوری که انجام دادین روی تمام بخشای ویدیو در واقع روی تمام بخشا اعمال کنید. اگر هم که نه فقط میخوایم به این قسمتی که انتخاب کردین اعمال بشه که یه دونه تیکو میزنید. اگه دو تا تیکو بزنید میبینید روی تمام بخشا اعمال شد. حالا کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ یه وقتایی یعنی توی بیشتر ویدیوها شما لازمه که بین ویدیوهاتون، بین کات هایی که دارین یه ترانزیشن بدید. این کار خیلی راحت توسط اینشات انجام میشه. چه شکلی؟ بین هر جایی از ویدیو که کات بخوره، حالا اگر چند تا ویدیو رو دنبال هم اضافه کرده باشین که خودش داره، اگر هم نه خودتون میتونید اسپلیت رو بزنید یه کات ایجاد کنید. هر جایی که نیاز دارین یک کات ایجاد کنید، از اون مربع سفیدی که این پایین بین دو تا کات هست اگر روش بزنید افکت های مختلف و ترانزیشن های مختلفی رو میتونید ببینید. یه سریاش رایگان هستش، یه سریش هم فقط توی نسخه پرو هستش که اگر شما نسخه کرک شده رو دانلود کرده باشید اونها هم براتون بازه. من میخوام این افکت رو انتخاب کنم. به وسیله این گزینه میتونید زمانش رو کم یا زیاد کنید. این افکت رو میتونید برای تمام قسمت هایی که کات داره و حالا حالت ویدیوتون عوض میشه و صحبتتون عوض میشه یه ترانزیشن بذارید. اگر هم بخواین روی خود ویدیو افکتی اعمال کنید خیلی راحت روی اون قسمتی از ویدیو که میخواین افکت اعمال شه اون قسمت رو انتخاب میکنید، فیلتر رو میزنید، افکت رو میزنید. یک عالمه ویدیو افکت های جذاب هست. مثلا میتونید افکتی بشه که زوم باشه، آهسته زوم بشه، زوم اوت بشه.
حتی میتونید از قسمت رترو انتخاب کنید و حالا مثلا برای پشت صحنه‌ای که میخواین بگیرید از افکت ها انتخاب کنید. یه وقتی هم نمیخواید مثلا از افکت ها انتخاب کنید، افکت های آماده‌ای که توی خود اپلیکیشن این شده. مثلا میخواید دقیقاً سر یه قسمتی از جمله یهو زوم بشه. کاری که میخواید بکنید میتونید بکنید اینه که مثلا اینجا که میگه میتونید ستاب هم میخوام یهو زوم بشه. اینجا یه دونه اسپلیت میزنم، این قسمتی که جدا شده رو واسه کنواس زوم میکنم. میخوام از زومش انقدر باشه. به همین راحتی. مورد بعدی که احتمالاً توی ویدیوتون بخواین اینه که میتونید به وسیله این شات یک عکس یا یک ویدیو رو به روی ویدیوتون اضافه کنید. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله گزینه PIP. شما وقتی PIP رو بزنید وارد گالری گوشیتون میشید و میتونید عکس یا ویدیویی رو به روی ویدیوتون اضافه کنید. من اینجا میخوام مثلا یه دونه عکس به ویدیوم اضافه کنم. عکسم انتخاب میکنم. به وسیله این دستگیر گوشه سمت راست میتونم عکسم بزرگ یا کوچیک کنم. اگر ادیت رو هم بزنم باز به این عکسی که به تصویرم اضافه کردم میتونم افکت بدم. چون مدل‌های مختلف داره که حالا من بینشون اینو انتخاب میکنم. بعد میتونید عکسی که اضافه کردیم به وسیله دستگیرها بگین که تا کجای ویدیو باشه، تا انتهای ویدیو باشه، یه بخش خاصش باشه، یا حتی میتونید با انگشتتون روش نگه دارید و جابجاش کنید. خب حالا من میخوام یه ذره بیارمش این برتر مثلا. خب به همین راحتی. یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدین اینه که یه وقتایی شاید بخواید بین خود یه سکانس‌های از ویدیوتون یه ویدیو یا عکس اضافه شه. برای این کار لازمه که حالا هر جایی که میخواین اون ویدیو یا عکس اضافه بشه به وسیله اسپلیت یه دونه کات بزنید. بعد به وسیله این مربع قرمز پایین سمت چپ روش بزنید، اون ویدیو یا عکسی که میخواین رو از گالریتون انتخاب کنید. مثلا میخوام یه دونه ویدیو انتخاب کنم. به همین سادگی ویدیو اضافه میشه که باز میتونید زمان ویدیو رو زیاد یا کم کنید یا هر گونه تغییری که میخواین، افکت یا حالا هر تغییری که روی ویدیو اصلیتون اعمال میشه رو روی همین ویدیو هم اعمال کنید، ویدیو یا عکس. حتی میتونید به این هم ترانزیشن هم اضافه کنید. شما خیلی راحت به ویدیوهاتون میتونید موزیک هم اضافه کنید. چه شکلی؟ گزینه دوم که موزیک هست رو میتونید انتخاب کنید. از قسمت اولین گزینه سمت چپ میتونید از موزیک هایی که قبلا توی گالریتون ذخیره کردین استفاده کنید یا از موزیک های آماده‌ای که توی خود این شات هست. حتی یه گزینه داره Extract Audio from Video. یه وقتایی شما یه موزیکی رو روی یه دونه ویدیو دیدین ولی نمیدونید اسم موزیکش چیه که برین دانلودش کنید. خیلی راحت اون ویدیو رو میتونید توی این گزینه انتخاب کنید. اینجا مثلا برید اون ویدیو رو انتخاب کنید، خود این شات اون موزیک رو از ویدیو جدا میکنه و ویدیو شما اضافه میکنه. حالا من اینجا یه دونه موزیک از قبل ذخیره کردم که میخوام به ویدیوم اضافه شه. خب این موزیکی که اضافه کردین رو میتونید حالا چون من اینجا دارم با عنوان موزیک پس زمینه انتخابش میکنم، میتونید صداش رو کم کنید و میتونید فید این و فید اوتش هم زیاد کنید که موزیک با یه حالت خوبی شروع بشه و پایان پیدا کنه. حالا هر نوع تغییری که بخواید میتونید روی این موزیک اضافه کنید. اگه میخواید وایس افکت بدین، اگه میخواید دینویزش کنید، صداشو کم و زیاد کنید، حتی اگر بخواید میتونید یه قسمتایش رو به وسیله اسپلیت کات کنید، حذف شه. حتی مثلا یه قسمت یه موقعی هست که موزیکی رو روی ویدیوتون میذارید، یه جا مثلا میخواید صداش یهو زیاد یا یهو کم بشه، میتونید اون قسمت رو کات کنید. اون قسمتی که کات کردین رو مثلا صداش رو کمتر یا زیادتر کنید. به این شکل. خب
یه وقتایی هم شما نیاز دارین که بین ترانزیشن هایی که دارین یه وایس افکت هم اضافه کنید که مثلا وقتی اون ترانزیشن میاد یه صدایی هم همون لحظه بیاد. اون هم میتونید به وسیله موزیک اضافه کنید. افکت ها رو بزنید از این ترانزیشن های آماده خودتون شد یا ترانزیشن هایی که خودتون دانلود کردید استفاده کنید. یوز رو میزنید، زمانش هم میتونید کم یا زیاد کنید و میتونید بذارید که دقیقاً همون موقعی که ترانزیشن اتفاق میفته اون وایس افکت شما پلی بشه. خب کار دیگه که میتونید انجام بدین اینه که روی ویدیوتون نوشته بیارین. حالا این نوشته میتونه تیتر باشه یا نوشته اضافه باشه که بین خود ویدیوتون میاد، میتونه هم زیرنویس باشه، خیلی هم فرق نمیکنه، راهشون یکیه. حالا مثلا ما اینجا مثلا میخوایم زیرنویس اضافه کنیم، چی میگه؟ فیچر جدید اینستاگرام اینه که فیچر جدید اینستاگرام اینه که خب اینو مینویسیم، تایپ میکنی اینه که خب از اینجا میتونید رنگ تکستتون، پس زمینه‌تون رو همه رو تغییر بدید. من میخوام نوشتم مشکی باشه، میخوام نوشتم سفید باشه، لیبلم مشکی باشه. بعد میتونم برای خود اون لیبل هم کاد تعیین کنم که به چه شکل باشه. من میخوام این رو انتخاب کنم، سر واسطه دیدم که 100 و به این شکل. حالا این رو که ذره کوچیک‌تر میکنم، میارم پایین. فیچر جدید اینستاگرام اینه که شما میتونید خب اینو یه ذره کم میکنم برای اینکه دیگه لازم نباشه که مثلا نوشته هاتون بالا پایین نشه. لازم نباشه که حالا برای هر نوشته ای دوباره این تغییراتی که الان اعمال کردیم و اعمال کنیم. کافیه که یه داپلیکیت بزنید و بعد نوشته‌تون رو ادیت کنید. میتونید 3 تا از پستاتون رو بالا ادیت کنید. اینه که میتونید 3 تا از پستاتون بالا پین کنید. 3 تا از پستاتون رو به همین راحتی شما زیرنویس اضافه کردین. همین شکلی میتونید ادامه بدین. هر جایی از زیرنویس رو دوباره سلکت کنید، داپلیکیت رو بزنید، ادیت کنید و نوشته‌تون رو تغییر بدین. به همین راحتی شما تونستید ویدیوتون رو اصلاح رنگ کنید، ویدیو یا عکس بهش اضافه کنید، موزیک بذارین و براش افکت‌های مختلف اعمال کنید و حتی زیرنویس هم براش بذارید. حالا شما قراره که از این ویدیو خروجی بگیرید. از بالا سمت راست روی سیو میزنین. به صورت دیفالت روی 1080 و 30 فریم بر ثانیه هستش که براتون توصیه میکنیم که اگر برای شبکه‌های اجتماعی مختلف میخواین به همین تنظیمات دست نزنید و بذارین که روی این عددها باشه و خروجی با کیفیتی دارین. ولی اگر میخواین که ویدیوتون رو برای جای خاصی میخواین، مثلا میخواین توی تلویزیون نمایش بدین یا اینکه خود ویدیوتون با کیفیت بالاتری مثلا کیفیت 4K یا مثلا 60 فریم بر ثانیه ضبط شده باشه، میتونید ریزولوشن و فریم ریت رو تغییر بدین ولی عددهای بالاتر بذارید. ولی اگر نه، حالا با دوربین معمولی یا با گوشی ضبط کردین، روی همین اعداد باشه، سیو رو بزنید و خروجی با کیفیت بگیرید.